سلام به همه، سپر مرادی هستم و شما دارید به اپیزود 8 از پادکست کاپیتان گوش میکنید. خب ما هفته چهارم پشت سر گذاشتیم، هفته خیلی کم گل که اصلا انتظار نداشتیم و حالا بریم از بچه ها بپرسیم که دلیلش چی بوده. یه سلام علیک به بچه ها داشته باشیم. امروز کنار من محمد علی جندقی، سینا صالحی و فرید موسوی هستن و بریم یه گپ و گفتی داشته باشیم ببینیم چرا این هفته اینجوری بود. اول با سینا شروع کنیم. سینا سلام، حالت چطوره و چیکار داری میکنی؟ خب من سلام میکنم. والا از اوضاع تیم خودم بخوام بگم که خب خیلی جالب نیست اوضاع. من هنوز به 200 امتیازم نرسیدم بعد از 4 هفته. رتبم 7 میلیونه الان در حال حاضر. حالا ندارم وایلد کارتمو یعنی وایلد کارت اولام استفاده کردم و کلا خیلی اوضاع جالب نیست و حالا یه جورایی ترکیبی از بدشانسی و چند تا انتخاب اشتباه باعث شده که الان بعد زمین باشه. حالا امیدواریم ببینیم حالا هفته دیگه امیدوارم جواب بده انتخابایی که کردم. شروع مهم نیست، تهش مهمه که بالای ما تمام میکنه دیگه. ببینیم چی میشه. نه کار داریم. شما حتما سلام اوضاعتون خوبه. دم شما گرم. فرید سلام، حالت چطوره؟ چه خبر؟ این بازی ها چطور بود؟ میدونم خیلی لذت بردی از این بازی پرگل. سلام به تو سپر، سلام به سینا و محمد علی. امیدوارم که حالتون خوب باشه، امیدوارم حال شنونده ها خوب باشه. والا هفته خیلی بدی بود، یعنی 10 بازی 19 گل زده، کمتر از 2 گل داشته بازی ها. یعنی دو تا گل هم دقیقا 90 زده شد. 4 تا بازی میتونه 0-0 شه. هفته خیلی بدی بود. حالا اون روز آخر هالند و صلاح حرکتی زدن، یه ذره میانگین اومد بالا، وگرنه که اوضاع خیلی خراب بود. و بازی هم خیلی بیکیفیت که از این نظر که گل نداره دیگه، همه 11 نفری میان پشت توپ و هر جوره میخوان نبازن. بازی ها به لحاظ موقعیت و گل خیلی ضعیفه. ببینیم چی میشه. من یه 2-3 تا نکته بگم. نکته اول که حتما واسمون کامنت بذارید، انتقاد پیشنهاد واسمون توی کست باکس، حالا هر جایی که گوش میکنید یا تو گروه تلگراممون برامون بنویسید. این قسمتمون هم احتمالاً توی یوتیوب منتشر میشه اگه همه چیز خوب و اوکی پیش بره. اونجا هم اگه میشه دیگه نسخه تصویری اولین بار توی فصل جدید میخوایم رونمایی کنیم. امیدوارم که خوشتون بیاد و حمایت کنید دیگه. دم شما گرم. ایشالله که از این هفته هم بتونیم یوتیوب رو راه اندازی کنیم، ببینیم حالا چطور میشه استقبال میکنم بچه. امیدواریم که حمایتمون کنیم. محمد علی سلام، حالت چطوره؟ چه خبر؟ بعد مدت ها داریم میبینیمت. میدونم سرت خیلی شلوغ بوده این مدت. هفته که هفته خوبی بود برات دیگه، فری تو زدی و جواب گرفتی کلی. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. سلام به همه شنونده هامون. خوشحالم که اینجا یه چند اپیزودی رو نتونستم باشم کنارتون و خیلی خوشحالم که دوباره اینجام. هفته خوبی بود، خدا رو شکر. فریهیته جواب داد نسبت به تیم خودم، یعنی حداقل جواب داد، چون تیم خودم خیلی بد بود واسه این هفته. 3 تا بازیکن از ناتینگهام فارست داشتم که مربیشون هم همین هفته اخراج کرده بودن و از اون برونو داشتم و رندرز و واتکینزی که اوضاعش خیلی خراب و کلا تیمم خوب نبود و فریهیتو زدم. فکر میکنم 76 امتیاز آوردم. خوب بود دیگه، یعنی جواب داد فریهیته، چون اگه نمیزدم فکر کنم بیشتر از 30 امتیاز نمی آوردم. ولی باز کار سختیه دیگه. هفته بعدی دوباره برمیگردم به همون تیم داغون که فقط فیکسچر داره، یعنی الکی هیچی نداره اون تیم و هر چه زودتر وایلد کارت در انتظارمونه. رنگ هم رسید به 1900. خوب اومدیم زیر 2 میلیون، خدا رو شکر. آره دیگه، اصلا قانون فریت همینه. اون هفته‌ای که می‌بینی خیلی اوضاع تیمت خرابه میتونی یه تیم بچینی که اختلاف امتیازش خیلی فرق میکنه با تیمی که الان داری. همون موقع فریتو می‌ذاری و به نظرم خیلی بازی درست و عالی بود. دمت هم آره، گرم. این چیپ ها رو اضافه کردن از یه نظری خوب شده دیگه. دست پلیرها بازتر میشه و از اون تمپلیت هم خارج میشه، یعنی همه توی یه هفته فریهیت نمیزنن، همه یه هفته مثلا وایلد نمیزنن. الان میبینیم که خیلی ها تو الان وایلدشون فعال شده، یه سری ها واسه 5 میخوان بزنن، انقدر فرم بعضی بازیکن‌ها بد بوده و از این نظر خوبه.
آره حالا راجع به وایلد صحبت کوچیکی میکنیم. بریم دونه دونه بازی رو بررسی کنیم، بازی این هفته رو. خب بازی اول بازی آرسنال فارست بود. آرسنال خیلی بازی یه طرفه بود دیگه تقریبا و 3-0 برد، یک کلین شیت دیگه و ازهی که فیکس بود، خیلی نمایش خوبی هم داشت و گیوکرش هم گل زد. دونه دونه صحبت کنیم دیگه. اول از دفاع آرسنال شروع کنیم. بچه کی بریم سراغ دفاع آرسنال به نظرتون؟ ببین بستگی داره به حالا استراتژی تیم هر کس. به نظرم با توجه به اینکه آرسنال حالا 2 هفته آینده با سیتی و اگه شما نیوکاسل بازی داره، میشه این 2 هفته اگر حالا مشکلی با حالا مثلا مصدوم نداریم تو خط دفاعی، حالا ترانسفر مثلا اجباری نداریم، میشه که صبر کرد براش و این 2 هفته هم صبر کرد. برای هفته 7 که برنامه آرسنال خیلی بهتر میشه رفت سراغ دفاعشون. ولی اگر مثلا بازیکن تو دفاع دارین که باش مشکل دارین، بودجه هم دارین، به نظرم باز مشکلی هم نداره. حالا آرسنال نشون داده جلوی تیم بزرگم خب احتمال کلینشیت بالایی داره همیشه و استراتژیشون هم تاکتیکشون هم میره رو کورنر زدن و اینا. معمولا تو بازی بزرگتر اتفاقا بیشتر یعنی به سمت گل زدن از این راحت‌تر با ایستگاهی میرن و میتونه مثلا گابریل سالیبا که مصدومه فعلا، میتونه گابریل گزینه باشه حتی برای همین دو بازی سختشون. و در کل به نظرم از هفته 7 همه حداقل یه دفعه از آرسنال رو دارن. گزینه‌ام بخوام ازشون بگم تو خط دفاعی فقط میتونم گابریل و رایا رو اشاره کنم، چون سالیبا که فعلا مصدومه و اون طرف سمت دفاع راست و چپشون هم احتمال چرخش با توجه به شروع UCL هم زیاده و به نظرم مطمئن ترین گزینه‌هاشون هم رایا و گابریل. آره حالا به UCL هم اشاره کردی. این هفته هم وسط هفته UCL شروع میشه، هم بازی EFL کاپو داریم. اگه مصدومیتی پیش بیاد یا اتفاق مهمی بیفته حتما تو قالب یه وایس توی کانال تلگراممون حتما اطلاع رسانی میکنیم و سعی میکنیم کمک کنیم که بدون مشکل برسیم به هفته 5. اودگارد مصدوم شد فرید و ازم بازی درخشانی داشت توی گزینه خط هافبک آرسنال. زوبیمندی هم که 2 تا گل زد. به نظر کدوم یک از اون گزینه میشن، کدومشون گزینه نیستن؟ ببین حالا مسئولیت اودگارد نمیدونم چقدر طولانی مدته. اول یه نکته راجع به دفاع آرسنال بگم که خیلی دفاعشون قویه. یعنی اینا تو 4 تا بازی اخیر یه گل خوردن، اونم ایستگاهی بوده که سوبوسلای هیچ جوره نمیتونستن جلوشو بگیرن، وگرنه جلو لیورپول هم کلین شیت میکردن. یعنی من اصلا بعید نمیدونم جلو سیتی و نیوکاسل هم حداقل یه دونه کلین شیت نکنن. یعنی اگه میخواین وایلد بزنید نگاه نکنید که بازیشون جلو سیتی و نیوکاسل سخته. حتما دفاع و دروازه‌بان ازشون بیارید. گزینه‌ای که سینا گفتم که کامل موافقم. البته که خبر اومده که سالیبا تو تمرینا بوده و ببینیم که جلوی بیلبائو ایکس هست یا نه که حالا بهمون کمک میکنه. ببین ازه اگه میخواین وایلد بزنید گزینه خیلی خوبیه. یعنی هم دیفرنشیاله، کسی ندارتش الان، شما زودتر از بقیه میتونید برید سمتش. همین که بازی بیلبائو فکر میکنم خیلی کمک کنه که ببینیم چرخشش به چه صورته دیگه. اگه از اونجا فیکس نباشه جلو بیلبائو، من فکر میکنم که 100% جلو سیتی فیکسه و کلا مهره‌ایه که واسه سمت چپ گرفتنش به نظرم، چون لیگ فعلا اولویت آرسنال به نظرم هنوز که عقب نیفتادن خیلی و تو کورس رقابت هستن، فکر میکنم آرسنال با تمام قوا بیاد توی بازی لیگ شرکت کنه. من ازا رو خیلی گزینه خوبی میبینم. یوکرش هم گزینه جذابیه دیگه، هم هاورتس فعلا مصدومه هم جسوس مصدومه. حالا این بازی دیدیم که زودتر تعویضش کرد که مرینو رفتش نوک خط حمله بازی کرد، ولی من فکر کنم علت اصلیش این بود که هم با بیلبائو بازی دارن هم با سیتی بازی دارن، هم میخواستش که چون از نتیجه مطمئن بود میخواست یه استراحتی بده که یه مصونیتی واسش پیش نیاد، چون اودگارد و ساکا هم از دست داده بود، دوست نداشت یوکرش هم از دست بده. ولی یوکرش واقعا بازیکنیه که به نظرم اونایی که واید میزنن حتما توی وایلد کاردشون بیارن. من بعید نمیدونم تو جلوی سیتی هم ریترن بده. این بازیکنیه که میتونه جلوی سیتی هم درسته که جلوی یونایتد، حالا صحبت میکنیم راجع به جلوی یونایتد کلینشیت دادن
ولی خیلی موقعیت داشت یونایتد، یعنی حداقل یه گل رو بعد میزد که میشیتشون اینطور نبودش که اصلا موقعیت ندن به حریف. من فکر میکنم آرسنال تو بازی با سیتی دسته بالاتر داشته باشه. خیلی عالی، دمشون گرم. راجع به زوبیمندی هم بگو. بهترین بازیکن هفته شد دیگه این هفته، 16 امتیاز آورد. ولی خب انگار از اون گزینه تک هفته‌ای بوده دیگه، هر کی داشته دیگه. آره خیلی به نظرم مثلا کایسدو تو اون رنج قیمت بهتره از زوبیمندی. زوبیمندی الان CL هم شروع میشه، مثلا بعضی بازی ها ممکنه که استراحت کنه تو لیگ، مثلا بازی CL سخت باشه، بازی لیگ آسون تر باشه، مثلا رایسو میتونه بازی بده. حالا نورگارد مصدومه ولی نورگارد برگرده اونجا هم میتونه چرخه، یعنی با نورگارد هم میتونه چرخش بخوره. خیلی گزینه فانتزی به نظرم نیست، با اینکه این هفته دوتا گل زد. مثلا کایسدو رو من بهتر از زوبیمندی میدم. ساکا کی برمیگرده فرید؟ چون مادویکه هم خیلی خوب بوده، اون ورا قشنگ راه انداخته بود. آره خیلی خوب، یعنی جزء غافلگیری هفته عملکرد مادویچه بود. فکر کنم 2 هفته دیگه ساکا برمیگرده، ولی مادویچه از اون بازیکناست که مثلا چپ هم بهش بازی داد دیگه، یعنی ساکا بود مادویچه سمت چپ بازی میکرد. باید ببینیم که با برگشتن ساکا وضعیت ازه و مادویچه به چه شکل میشه، ولی من فکر میکنم مثلا بین ازه و مادویچه دقایق ازه توی لیگ بیشتر باشه با برگشتن ساکا. 2 هفته دیگه هم فکر میکنم ساکا برمیگرده. مرسی. محمد علی گفتی 3 تا بازیکن فارست داری. خب 2 هفته برنامهشون خوبه دیگه، حالا میخوای چیکار کنی باشون؟ مثلا کلا فارست رو چطور دیدی؟ ببین فارست که به نظرم ناامید کننده بوده کلا، یعنی چه قبل اخراج نونو و چه بعدش، به جز اون بازی اول که به خاطر اون مصاحبه نونو باز خیلی مثلا وودو نداشتن، با بقیه بازیاشون اونقدر عملکرد خوبی نداشتن و حالا آنژم این بازی باز عملکردش از نونو هم ناامید کننده تر بود. ولی نمیشه با یک بازی خیلی قطعی راجبشون نظر بدیم دیگه. 2 تا بازی بعدی بازیایی که شاید بهتر بتونه هم فرصت پیدا کنه با تیم آشنا بشه و تاکتیکایی که میخواد رو پیاده کنه، و هم بهتر میتونیم ببینیم که چه شکلی بازی میکنن، چه از نظر حالا دفاعی و چه از نظر هجومی. ببینیم وود چه نقشی داره اصلا توی سیستم آنج. من که خب بازیکناشون رو دارم، خیلی ها ممکنه دفاع ازشون داشته باشن، وودو داشته باشن و به نظر من فعلا با این فیکسچری که هفته 5 و تا حدودی 6 داریم اونقدر غیر منطقی نیست نگه داشتنشون. من گفتم اصلا پلن این بود که وودو اگه آوردم هفته 4 احتمالاً بزنم فریتو و این کار رو انجام دادم که هفته 5 و 6 بتونم از بهترین فیکسچرها استفاده کنم. حالا فرم بازیکن‌ها بد بوده، ولی اگه در واقع با اون چیزایی که دیدیم تو فصل قبل که مثلا تیم‌ها برمیگردن، مثل حالا همین فارست توی مقطعی که افت کرده بود بعدش دوباره خوب شد، یا حتی استون ویلا شاید یه امیدی بهش داشته باشیم، برای هفته 5 و 6 به نظرم میشه روی اینا هنوز حساب کرد و من به نظرم بازیکن فارستی رو میشه رد نکرد. اگه وایلد کارت میزدیم این 2 هفته چی؟ اگه به وایلد خاطر کارت فیکسچر میزدیم، نگه داریم یا بفروشیم؟ نه به نظرم وایلد کارت جاییه که باید فقط بازیکنایی که فرم خوبی دارن رو نگه داری. اصلا اشتباهی که بخوای صرف فیکسچر بازیکن داشته باشی. الان آی ساله اینجا واتکینز رو تو وایلدش داشته یه نمونه از این کاره که جواب نداده و حالا واقعا میرسیم به وایلد جلوتر. سر آره بازی آره لیورپول اصلا مفصل بحث وایلد رو میخوایم باز کنیم بریم. صحبت کن. آره و به نظر من نه، واسه وایلد هر کی وایلد میزنه فقط بازیکنایی که فرم خوبی داشتن رو نگه داره. چشم و جندقی. مخلص. بریم بازی بعدی. 4 تا بازی بود شنبه 5:30. برموس 2-1 پرگلترین بازی اون ساعت بود و واقعا خیلی کم سراغ داشتیم همچین اتفاقی. و آقای سمنیو پنالتی زدن. آقای صالحی تبریک میگم. چیزی که اصلا انتظارش نمیرفت. 13 امتیاز گرفت و تو بچه ما فکر کنم فقط سینا سمنیو رو داشتی، هیچ کدوم ببین خوب شد نداشتیم. من این اوانیلسونه رو رد کردم و یعنی چقدر میسوختم اگه پنالتی رو آخ نمیزد. آخ آره.
حالا بریم راجع به برموس صحبت کنیم با سینا. سمنیو واجبه بیاریم سینا به نظرت؟ ببین حقیقتش خیلی وایب امبوئمای پارسال رو داره میده سمنیو امسال، یعنی یه جورایی تلیسمن تیمش الان. در نبوده کلایورت دیدیم که پنالتی هم زد، یعنی میخوام بگم که شاید کلایورت اگر تو زمین بود پنالتی و سمنیو احتمال زیاد نمیزد و حالا دلیل پنالتی زدش احتمال این بود، ولی خب اینجور که به نظر میاد کلایورت فعلا جایگاه ثابتی نداره و اگر باز پنالتی پیش بیاد برای بونوس احتمال زیاد سمنیو بزنه. فوق العاده است دیگه، یعنی همه کاره تیمشه یه جورایی الان. 5 تا فکر میکنم تا الان تاثیرگذاری روی گل داشته و از همه نظر دیگه، یعنی یه جورایی من میتونم بگم که تنها بازیکن غیر پریمیومی که در آینده خیلی نزدیک واجب میشه سمنیوه. یعنی به زودی من فکر کنم با توجه به برنامه بلند مدت خوبی هم که برموس داره تا هفته فکر کنم 15 16 یه جوریه که میشه سمنیو رو هر بازی توی تیممون بذاریم و قیمتش هم به نظرم قیمت خوبیه، یعنی اون اینجا قیمتی من فکر نکنم بازیکنی پیدا بشه که هم تلیسمن تیمش باشه، پنالتی ها رو بزنه، انقدر تاثیرگذاری روی گل بتونه داشته باشه. تیمشون هم تیم خیلی خوبیه، یعنی ایراولا واقعا تیم خیلی خوبی ساخته با از دست دادن 4 تا مورد دفاعی اصلی، این همه تغییر توی ترکیب اصلی داشتن ولی فصل فوق العاده شروع کردن، 3 تا برد از 4 بازی. هم وضعیت، یعنی میخوام بگم تیم برموس خوبه، هم خود سمنیو خیلی آماده نشون داده و به نظرم کلا هم حالا تو فاز هجومی میشه گزینه ازشون آورد که اصلی ترین گزینه سمنیو، هم حتی فاز دفاعی سنسیو دارن که هر بازی داره اون امتیاز مشارکت دفاعی رو میگیره. دروازه‌بانشون پتروویچ قیمت خوبی داره 4.5 و رو هم رفته به نظرم برموس تیمیه که به نظرم حداقل یک بازیکن باید ازشون داشته باشیم. آره، سمنیو که عالی بوده، 500,000 رفته رو قیمتش دیگه. از اول فصل با 7 میلیون شروع کرد، الان 7.5. انقدر فقر هافبک هست که همه رفتن سراغ سمنیو و احتمالاً تا 1-2 هفته دیگه هم با این فیکسچر خوب جواب باشه حداقل. هیل 4 میلیونی هم فیکس بود جای اسمیت. حالا مشخص نیست مسئولیت اسمیت چقدره، ولی هیل هم میتونه گزینه جالب باشه. البته 4 میلیونیا که دارن خوب امتیاز میگیرن دیگه از برنلی و از لیدز. 4 میلیونیا به نظر سیف ترن و خوب هم امتیاز میگیرن، دفگان میگیرن، کلین شیت میکنن، بونس میگیرن. حالا میرسیم بهش. از اون برایتون خیلی جالب به نظر نمیان به لحاظ فانتزی حداقل. فرید گزینه داره برایتون یا نه؟ میتوما که میدونم خیلی دوست داری گل زد، ولی خب سوتی پتروویچ ما بود دیگه، الکی خروج کرد و یه گل تقدیم کرد. ببین یه نکته راجع به بورنموث بگم که ما برنامه‌شو نگفتیم، گفتیم برنامه‌شو خوبه. این هفته با نیوکاسل دارن. خب نیوکاسل 5 شنبه با بارسا بازی داره، یه بازی خیلی سخت. یک شنبه باید بیاد با بورنموث بازی کنه که بدجور پرس میکنن و بازی خیلی سختیه واسه نیوکاسل. احتمالاً بورنموث یه برد دیگر هم بیاره. بعد با لیدز دارن، بعد با فولام، بعد با پالاس، بعد با فارست. یعنی 5 تا بازیشون تقریبا هلو به نظر میرسه و استاد سمنیو پوستمون رو قراره بکنه دیگه. من که پولی که ندارم فعلا بیارم، من اینکه مثلا امبوئمو رو رد کنم که حالا باید فکر کنیم. راجع به برایتون هم هیچ گزینه‌ای من به ذهنم نمیرسه. یعنی میتوما فقط یه ذره خوبه، اونم نوسانیه، یعنی یه بازی خوبه 3 تا بازی بده. راجع به استاد سمنیو هم در کنار ژائو پدرو هالند تنها بازیکنایی که تو این 4 هفته 3 تا تو 3 هفتهش ریترن دادن دیگه. 36 امتیاز گرفته، بالاترین امتیاز بین تمام بازیکن‌های فانتزی رو استاد آنتوان سمنیو گرفته دیگه. سمنیو گزینه‌ای که باید بریم سمتش دیگه. حالا دیر یا زود داره، سوخت و سوز داره، دیر یا زود نداره دیگه، همین چیزی. آره سوفی. آره برعکس. در وقتی بلد نیستی واسه چی استفاده می‌کنی؟ بیارید آقا سمنیو رو بیارید. خب بریم سراغ بازی بعدی. جندقی جان استون ویلا 0-0 و واقعا شانس آورد ویلا که نباخت. چقدر افتضاحن، گل نزدن، 2 تا 0-0 گرفتن، 2 امتیاز اون ته جدولن. چی شد که اینجوری شد؟ واتکینز چیکار داره میکنه؟ چیکارش بکنیم ما؟ و ببین تو آخر یه کاری میکنی این ضبط ما غیر قابل پخشه.
میدونم نه یا دوست داری سراغ من. تخصص داری دیگه، رو ویلا بگو. اصلا این ویلایی که میگی اون ویلا نیست. اصلا من میرم سمت یه ویلای دیگه. ببین بابا چیه آخه این تیم، این کثافت چیه شما قالب کردیم به ما. اون فرید به من گفتش مسخره بازی در نیار، شوره پس خودتو عقب میندازی واتکینز و مردا بیار. چی بودید؟ ببین افتضاحن، من فاجعهن. ببین من اصلا حرفی نمیزنم خب، فقط آمار واتکینز تو این بازی رو میخونم خب. تو خودت تا تهش بخون. ببین شوت 0، لمس توپ 16، پاسا 9 تا که 8 داشت درست بوده. بعد ببین من اول دنبال ایکس 6 بودم خب، بعد دیدم چرا نداره. دیدم شوتش شوت 0. نزده، بله. اصلا تو قوطی بودن، مارتینز نبود 2-3 میومد بیرون. مارتینز چند تا توپ خیلی خوب گرفت و کلینشیت مفتی گرفتن دیگه، میشه گفت. آره یعنی حتی از این ویلا هم کسی که دفاع داشته فیکس کرده سود برده. خیلی چیز عجیبیه. ببین در مورد ویلا آخه واقعا آدم نمیدونه چی بگه. اگه ترنسفر دارین که میتونین مثلا تبدیلش کنین به هالند، به نظر من خیلی ترنسفر واضحیه. با اینکه هالند جلو آرسنال بازی داره، این ولی بیشتر میگم بودجه میخواد تا ترنسفر. نه خب ببین تو بودجه که خیلی بعیده مثلا کسی 5 میلیون تو بانک داشته باشه، برای همین باید مثلا 2 تا ترنسفر خرجش کنه. مثلا فکر میکنم برونو و واتکینز رو مثلا با هم بشه تبدیل کرد به هالند و سمنیو، اگه مثلا قبلا ساکا و پالمر رو تبدیل کردیم به یه هافبک ارزون‌تر. یه پولی مثلا تو بانک مونده، حالا برونو مثلا بشه سمنیو، فکر اون تقریبا نکنم، نزدیک خیلی 5 باز باید تو میلیونه بانک جور باشه بشه. اینجوری. این برونو 9، هالند 1.5 دیگه. ببین 3.5 مثلا اگه تو بانک باشه از پالمری که قبلا فروختیم جور میشه تقریبا. حالا ببین در کل میگم خب 5 میلیون که کسی بودجه آزاد نداره دیگه، باید ترانسفر داشته باشه که تبدیل کنه. بله بله. میخوام اینو بگم یعنی اونقدر مهاجم واضحی نداریم. پدرو رو که فکر میکنم اکثرا دارن، یعنی که بخوایم مثلا بگیم گزینه جایگزینی واتکینز باشه. یوکرش هنوز درست این بازی گل زد، ولی من هنوز میخوام بیشتر ببینمش و خب این دوتا بازی سختش هم رد بشه. ولی هالند گزینه واضحیه که میشه به تیم اضافه کرد. کسی خیلی اگه میتونه سخت هالند رو جای میشه واتکینز. بیاریم هالندو با ترنسفر. فکر کنم احتمالاً باید وایلد بزنی یا منفی بزنی کسی که بخواد هالند. من الان کسی رو میشناسم با 3 تا ترنسفر هالند آورد. خب اون همش سیو کرده دیگه تا الان. آره برای همین کسی گفتم ترنسفر باید خیلی داشته زیاد باشه. نیست احتمال کسی که سیو کرده باشه، چون احتمالاً یه سری ساکا داشتن، یه سری پالمر داشتن و مجبور شدن اینا رو رد کنن دیگه یه جایی. مگه اینکه نوید فقیه باشی پالمر رو نگه داری بیاد در اون نیمکت برات گل بزنه. اون که دیگه نگه میداره. ولی واتکینز اونقدر الان گزینه واضح جایگزینی نداره و خب این هفته هم با ساندرلند بازی داره. من دویچ خودم اگه ساندرلند. میتونستم اون که اصلا بعید نیست، اصلا بعید نیست، یعنی کسی رینیلدو داره فیکس کنه. اه، ولی میگم چون زیاد گزینه دیگه تو خط حمله هم نیست، یعنی به جز ژائو پدرو من گزینه واضحی تو خط حمله نمیبینم. حتی اوانیلسونی که برنامهش خوبه، راجع به اون صحبت کردیم، جذابیت سمنیو خب بیشتره، ترجیح میدیم که مثلا سمنیو رو بیاریم به جای اوانیلسون. بر همین فقط به نظرم هالند گزینه است که بخوایم جاش بیاریم. و اینکه مهاجمای دیگه گیوکرش و ایساکن که یا حتی اکیتی، که اینا رو باید ببینیم هنوز. به نظرم هفته 5 و 6 به ما دیتای بهتری میده که راجع به مهاجمای دیگه تصمیم بگیریم. بنابراین فقط به نظر من با هالند میتونیم واتکینز رو جابجا کنیم و با این فیکسچری که داره وایسیم دیگه. این همه هم کاهش قیمت خورده، هم بلند کرده برامون، شاید یه چیزی آورد و بعدش انداختیمش بیرون، ولی میندازیمش بیرون. اوکی، دم شما گرم سینا. اورتون تارکوفسکی بازم دفکان گرفت، کلین شیت کرد و
هافبک های اورتون رو چطور دیدی؟ گریلیش چطور بود؟ خیلی ترانسفر زده شده بود. بیشترین ورودی هفته گریلیش بود دیگه که بلنک کرد، کارت زردم گرفت، 2 امتیاز فکر کنم آورد. و دوزبری و اندیایی و اینا چطورن برای اینکه بخوایم بریم؟ خب اورتون همچنان در ادامه روند خوبی که از اومدن دیوید مویس فصل پیش داشت، این فصل هم خوب شروع کرده به نظرم. ترنسفر خوبی هم داشتن و آره تو فاز دفاعی خب تارکوفسکی الان مشخصه که چرا قیمت بالا بهش دادن. اون امتیاز دیفنسیو کانتریبیوشن رو که تقریبا راحت داره میاره. کلینشیت هم که خب فکر کنم دومی یا سومین کلینشیتشون بود، من شک دارم اینو، ولی دومی جفت بازی تو خونه‌شون رو کلینشیت کرد. بازی تو خونه‌شون رو کلینشیت کردن. ببین همچنان به نظرم قیمت تارکوفسکی حالا درسته که میگم حالا امتیازش هم داره میاره و اینا، ولی تو اون قیمت باز یه خورده من همچنان گزینه‌های دیگر رو ترجیح میدم. یعنی ما تارکوفسکی با اینکه حالا امتیاز خوبی هم تا الان آورده نسبتا، ولی 5,000,000 گرونترش خب دفاع آرسنال. خب چرا با این فیکسچر خوبی که آرسنال در آینده نزدیک داره مثلا دفاع اورتون رو بهش ترجیح بدیم، یا حتی حالا بهشون میرسیم، حتی دفاع حالا لیورپول، حتی خود ویرجیل، یا حالا گزینه دیگه تاتنهام. ولی به هر حال تو خط هافبک هم گریلیش و اندیایی و دوزبری هر ستاشون به نظرم به نسبت قیمتشون خوب کار کردن. گریلیش بیشترین ترنسفر هفته رو داشت ولی خب امتیاز 2 گرفت. همچنان به نظر من خودم اندیایی رو یه مقدار ترجیح میدم به گریلیش، بخاطر اینکه احتمال خیلی زیاد پنالتی ها رو میزنه. امتیاز دیفنسیو کانتریبیوشن آورد با اینکه یکی از وینگرهای تیم تقریبا میشه گفت. و گریلیش هم بازی قبلی حالا روی 2 تا پاس گل تاثیر داشت، یعنی روی اونچنان موقعیت گلزنی براش پیش نیومده که بخوایم مثلا خیلی روش حالا مانور بدیم، ولی آره اوضاعشون خوبه دیگه. دوزبری حالا به نسبت قیمت 5 میلیونی که داره دیگه، درسته یه بازی فقط امتیاز آورده ولی خب دیگه حالا انتظار خیلی بیشتر از این هم ازش نمیره و احتمالش هم هست در آینده هم باز حالا با توجه پستی که بازی میکنه امتیاز بیاره. برای کسی که وایلد میزنه پیشنهاد میکنی از اینا بیاری کسیو؟ حقیقتا نه میتونم بگم. حالا این هفته مخصوصا که با لیورپول بازی دارن و برنامه میان مدتشون خیلی برنامه جذابی نیست که بخوایم حالا بهشون اشاره بکنیم، چون بعد از اینکه با لیورپول بازی میکنه هفته 8 هم با سیتی، هفته 7 با کریستال پالاس و 9 با تاتنهام. یعنی تا هفته 9 تقریبا میتونم بگم خیلی اونچنان گزینه‌ای نیستن که گزینه حداقل آوردن به تیممون باشن. بعدش حالا میشه فکر کرد بهشون یکم بیشتر ازشون مطمئن شیم مثلا پنالتی زنشون کیه. تو 5 هفته آینده 3 تا بازی با بیگ 6 دارن دیگه. آره به نظرم حالا میشه اگر وایلد نزنیم نگهشون داریم، یا حالا ترنس واجب دیگه نداریم نگهشون داریم توی تیممون، ولی گزینه خرید نیستن. یعنی میتونیم بیشتر صبر کنیم و یکم بیشتر ببینیم ازشون، گزینه واضح‌تر رو بیاریم بعد در آینده. اوکی. ببین من یه نکته راجع به دفاع اورتون بگم. کسی اگه دفاع اورتون داره تا الان که به نظر من خوش شانس بوده، چون حالا این بازی جلو ویلا که حقشون بود کلین شیت کنن، ولی بازی قبلی اورتون ایسچی دریافتیش خیلی بالا بوده. یعنی با اینکه مثلا کلین شیت هم کردن باز ایسچی دریافتیشون بالا بوده. و اگه کسی مثلا دفاع اورتون داره الان فرصت خیلی خوبیه که مثلا تبدیلش کنه به دفاع آرسنال. یعنی پول زیادی هم نمیخواد و خب ما یه چیزی رو میدونیم که احتمالا از هفته 7 مالکیت دفاع آرسنال خیلی بالاه و کسی اگه مثلا تیمش مشکل خاصی نداره و ترنسفر جای دیگه نمیخواد خرج کنه میتونه دفاع آرسنال رو مثلا زودتر هم داشته باشه و در واقع اون پوینت هاشون رو زودتر بگیره نسبت به بقیه. آره واقعا دفاع آرسنال احتمالاً واجب میشه هر چه زودتر بیاریم خب جلو میافتیم دیگه. احتمالاً از بقیه با قیمت کمتری هم احتمالاً میتونیم بیاریم، یه ذره کمکمون میکنه توی بودجه. فرید بازی بعدی یه 0-0 دیگه پالاس و ساندرلند. خب خیلی ماتتا آورده بودن برای این بازی که بلنک کرد و عملکرد خوب گلر ساندرلند روفس
یا روفس، حالا من دقیقا تلفظش رو نمیدونم چجوری خونده میشه این، ولی خیلی گلر خوبی به نظر میاد. و 4 میلیونی آقای آلدرته دفکان گرفت، بونس 1 گرفت، کلینشیت، اصلا چیز عجیبی بود این هفته. پالاس چطور دیدی؟ ببین حقیقتا من یه ذره توقعم بالاتر بود از پالاس، حداقل و گل میزدم. حالا من خیلی بازی رو با دقت ندیدم، خودت میدونی با هم داشتیم بازی ها رو میدیدیم، تمرکزم روی استون ویلا و اورتون بود. یه دوتا دو مهمونمون کردن، استاد گریلیش و استاد واتکینز. اه، ولی راجع به ساندر کلا این سه تا تیمی که اومدن تو لیگ برتر باید قبول کنیم که خیلی بهتر از اون سه تا تیمی هن که پارسال اومدن و اصلا گزینه نیستن که ما بخوایم چون با اینا بازی دارن بریم سمت مثلا مهرهایی که این هفته خیلی رفتن سراغ ماتتا. من خیلی هم پیشنهاد دادم، ماتتا هم موقعیت داشت، ولی اصلا ساندرلند و لیدز و بینلی اون تیمایی نیستن که مثلا هر بازیکنی ترانسفر کنیم و بیاریم تو تیممون توقع داشته باشیم مثلا دو رقمی جلوی اینا بیاره. بینلی هم دیدیم که جلوی لیورپول چقدر خوب بازی کرد به لحاظ دفاعی حداقل. من فکر میکنم اگر میخوایم وایلد بزنیم یه دونه از گزینه‌های ساندرلند 4 میلیونیش رو تو دفاع میتونیم بیاریم، هم موکیله‌ای که از پاریس سن ژرمن خریدن 4 میلیونه، هم آلدراته‌ای که خودت گفتی که بونس هم گرفت اونم 4 میلیونیه، رینیلدو که خیلی دارن اونم 4 میلیونیه. خیلی یعنی این سه تا خیلی گزینه‌های خوبی هستن که میتونیم تو تیممون داشته باشیم. مفتن دیگه، حالا رو نیمکت هستن، یه وقت بازیشون آسون بود همین استاد امری رو همچین 2-0 ببرن که یه دو رقمی دیگه استاد. بله 4 تا بازی گل نزدم، میشه پنجمین بازی. میخواد رکورد بزنه دیگه، رکورد 7 بازی کریستال پالاس 2017 میخوان 8 تا بازی گل نزنن استاد واتکینز بشه 8.2 دهم بعد ما بفروشیمش دیگه. راجب پالاس هم سال نبوده و بعد از هالند با اینکه 3 تا بازی کرده ایکس جی که داشته نزدیک 2 بوده، یعنی دومین بازیکن برتر از لحاظ ایکس جی بوده اسماعیل بدون سار. پنالتی البته. بدون پنالتی، یعنی این آمار فوق‌العاده است دیگه، یه بازی کمتر از بقیه داشته و آمارش خیلی خوبه. الان مصدومه ولی گفتم به هفته 6 میرسه، هفته 5 هم از دست میده احتمالاً، ولی با برگشتن سار احتمالاً دوباره خط حمله پالاس یه جونی میگیره. خب یرمی پینو رو خریدم، خیلی موقعیت داشت، فکر میکنم جزء گزینه‌هاییه که دیفرنشیاله، کسی ندارتش و میشه رفت سمتشون. برنامه بازیاشون هم یه خط در میون مثبت منفیه دیگه، یعنی این هفته فکر میکنم با وست هم دارن که خوراکه، یعنی اگه گیهی و لاکروا و ریچاردز دارید امیدوار باشید که یه ضربه سر مهمون بشید. یعنی وست هم انقدر فاجعه است رو ست پیسا، ممکنه که اینا یه ریترنی بدن. امیدوارم یه 3-0 کریستال پالاس ببره و پاتر رو اخراج بشه و بعدش با لیورپول دارن که بازی نسبتا سختی واسه جفت تیم‌ها، ولی کلا پالاس تیمی که میشه ازش گزینه آورد، یعنی با اینکه برنامهشون خیلی هم خوب نیست ولی تیمی هستن که تیمشون درست حسابیه، مربی درست درمون داره بالا سرشون و گزینه‌هاشون هم خیلی گرون نیست. من پیشنهاد میکنم که اگه مثلا وایلد میزنید که خیلی موافق، حالا در ادامه راجع به وایلد هم حرف میزنیم که خیلی وایلد 5 با توجه به اینکه تیم‌های خوب مقابل هم بازی دارن خیلی جالب نیست به نظر خودم. ولی اگه میخوایم وایلد بزنید تیمتون خیلی بده، مثلا یه دونه دفاع از پالاسو میتونید تو برنامه‌تون داشته باشید. ماتتا هم بد نیست ولی با نبود ازه و سال یه ذره تحت تاثیر قرار میگیره همونطور که حدس میزد. من خودم خب این هفته وایلد زدم، مونیوز آورده بودم و انتظار داشتم یه امتیاز درشتی بیاره، ولی خب کارت زرد گرفت، همون 5 امتیاز رو آورد. ولی جلوی وست هم اونطور که گفتی واقعا انتظار دارم که یه حرکت جزایی برام بزنه. خیلی وست هم بده، حالا بهش میرسیم. بازی بعدی رو بریم بررسی کنیم. خب فولام یه گل به خودی دقیقه 90 خورده ای از گودمونسون باعث شد که 1-0 ببره بازیشو. گزینه ای دارن دوتا تیم یا نه؟ آقای اندرسن 2 رقمی گرفت ولی خب برنامه‌ش یه مقدار رو کاغذ سخته دیگه، فقط هفته بعد آسونه. محمد علی نظر تو بگو. ببین فولام امسال ثبات خوبی تو خط دفاعش داشته،
عملکرد اندرسون خوب بوده. من خودم اول فصل نیاوردمش، ولی خب این هفته چون فری هیت زده بودم تو فری هیت هم گذاشتمش، امتیاز خوبی هم آورد همونجوری که گفتی. یعنی با خوششانسی یه جورایی اون امتیاز اصلیه اندرسون رو گرفتم با اینکه نداشتمش. بازی بعدیش فیکسچرش زیاد خوب نیستش همونجوری که تو گفتی. خب یعنی بازیایی که فولام داره این هفته، یه چند لحظه ببین فولام این هفته بازیش با برنتفورد تو خونه، بعدش با ویلا داره که اونم فکر نمی‌کنم زیاد سخت حساب بشه، بعدش با بورنموث، بعد با آرسنال و نیوکاسل. خب این بازیایی که سختن شاید بتونی نهایت روی دفکان اندرسن حساب کنی، ولی دو تا بازی بعدیش همچنان خوبه. کسی که داره گزینه خرید نیستش به نظر من، کسی که داره ولی میتونه نگهش داره، هم تو این دو تا بازی بعدی فیکسش کنه و اون بازی دیگه اگه حالا دفاعش مشکلی خورد یا گزینه‌ای بودش که باید میذاش نیمکت مشکلی داشت، این دفاع بازی بده، میتونه روی مثلا 3-4 امتیازش حساب کنه به نظر من. ولی گزینه خرید نیست. و یه نکته هم هستش با این وضعیت که پیش اومده، حالا راجعش صحبت میکنیم بیشتر، ولی دفاع من فکر میکنم که خیلی مهمتر میشن. یعنی تمرکزمون باید بره یه مقدار بیشتر رو دفاع و همونجوری که گفتید اونقدر هافبکی نداریم، گزینه‌های هافبک خیلی محدود شدن و این باعث میشه که ما یه بودجه زیادی رو صرف دفاع کنیم، حتی 4 دفاعه 5 دفاعه بازی کنیم. من فریت خودم این هفته 4 دفاعه بود، بعدش حسرت خوردم که چرا 5 دفاعه نچیده بودم. یعنی یه بروکسی ما از سمنیو گذاشتیم یک آورد همونو مثلا کردم دفاع نیوکاسل، آره 6 7 تا گرفته بود. بس خیلی خرابه دیگه، گزینه دیگه 10 تا هم تیم نداره از 20 تا فولو. تیم کلین شیت کردن. 50% تیم وقتی کلین شیت میکنن معلومه دمبله پرید گفت میشه. تازه 2 تاش هم دقیقاً 90 پرید. آره آره اوضاع خیلی خراب. بعد نه گزینه دیگه من اون کینگ هم که فقط برای نیمکت دیگه، یه موقع بازیکن بازی نکرد یه 2 امتیاز حداقل بیاد تو زمین، ولی چیزی نداره. اوکی آقا دم شما گرم. رودون 4 میلیونی هم دوباره دفکان گرفت. بدشانسی آورد که کلین شیتش هم پرید و یعنی اونم یه 9 10 چیزی آورده بود. واقعا هفته عجیب غریبی بود. سینا، نیوکاسل و وولز 1-0 نیوکاسل بازیشو برد با کلین شیت. اولین بازی و اولین گل برای ولتماده و خب ویسا هم انگار طولانی مدت غایبه و فعلا مهاجم نیوکاسل رو باید ولتماده بدونیم. بریم سراغشون یا نه؟ با توجه به شروع شدن CL، حالا برنامه نیوکاسل هفته اول که با هم بارسلونا بازی داره، اشاره هم بهش کردیم، کلا ایدی ها یکم زیادی داره چرخش میده به نظر تو حداقل فاز هجومیش. درست حالا ویسا هم مصدومه ولی خب گوردون هم محرومه و به زودی برمیگرده. میبینیم که توی وینگراش هم تغییر داره زیاد میده. من به نظرم ولتماده رو خیلی نباید حالا هیجانی بریم فعلا سمتش، با اینکه ویسا هم مصدومه. یکم به نظرم میشه تا هفته 7 8 صبر کرد. برنامه‌شون هم اونقدر برنامه جذابی نیست که بگیم حالا حتما باید یه گزینه نیوکاسل داشته باشیم توی والکاردمون. و اینکه آره به نظرم میشه یه مقدار صبر کرد. یه بازی هست که خیلی بلند مدت بخوام اینو بگم، هفته مثلا 14 15 اینا یه جوری برنامه نیوکاسل میشه که فکر کنم همه یه گزینه نیوکاسل حداقل دارن، ولی به نظرم تا اون موقع میشه صبر کرد. یعنی ما همچنان تحت نظر داشته باشیم نیوکاسل رو، ببینیم فرم تیمشون چجوریه. آنتونی گوردون برمیگرده، ببینیم حالا ترکیب اصلیشو به زودی پیدا میکنه. ویسا هم به نظرم بعد فیفا دی بعدی برمیگرده، یعنی ممکنه که با همون ولتماده‌ای که گفتی چرخش بخوره به زودی. در کل خیلی به نظر نیوکاسل الان گزینه‌ای برای خرید نداره، چون گزینه‌های دفاعیشون هم میگم برنامه‌شون اونقدر جالب نیست که بخوام بریم سمتشون. گزینه‌های بهتر دیگه‌ای هستن که اون رنج قیمت که میشه سمتشون رفت. و آره نکته اضافه تری راجع به نیوکاسل ندارم، همون به نظرم باید یکم صبر کنیم. آره وولز هم که مرخصه دیگه، 4 تا بازی 4 تا باخت. گزینه هم که ندارن. لارسن هم که فعلا نیست و تارگتن انگار. آره وولز که تعطیله تا الان، لارسن هم که به قول تا حالا بستون نیست و
به نظرم اصلا ارزش نداره که اصلا راجبش بخوایم صحبتی بکنیم، گزینه‌ای هم ندارن به جز همون لارسن هستیم. وولز بدتره یا وستهم فرید؟ الان بریم سراغ تاتنهام و وستهم. وولز و وستهم بازی کنن چی میشه؟ با اختلاف وولز می‌بره، با اختلاف وولز می‌بره. ببین حالا گفتی وولز خیلی داغونه، اگه این لارسن برگرده به نظرم گفتیم جانشین واسه واتکینز نیست. این لارسن برنامه‌ش اینطوریه که با با لیدز. آره این هفته با لیدز دارم میزبانم، بعد با تاتنهام، برایتون، ساندرلند، بینلی، فولام. برنامه‌شون خوبه، یعنی درسته که 4 تا باخت داشتن ولی بازی‌هاشون سخت بوده انصافا. من فکر میکنم اگه لارسن برگرده گزینه بدی نیست. حالا البته که بازیکنایی که تازه از مصدومیت برمیگردن یه ذره ریسک آوردنشون، ولی زیر نظر داشته باشیم لارسن اگه برگرده گزینه بدی نیستش، دیفرنشیال هستش. راجع به وست هم و تاتنهام صحبت کنیم. آره بگو چه خبر بود تو بله، این بازی؟ بله. یه دونه گل سار استاد. داشتی گل زد دیگه. آره سارگوز، ولی واقعا از پدرو پورو خیلی ناراحتم. یعنی 1,000,000 من بیشتر دادم بین فندنفن و پدرو پورو رو آوردم و فندنفن 8 امتیاز بیشتر آورده تا الان و همین بازی هم یه گل زد. پدرو پورو هم فقط یه سانت خوب کرد دیگه، خیلی تو جریان بازی نبودش. وستم که فاجعه است، یعنی من پاکت ها رو خیلی آورده بودن، خودتون تو وایلد آورده بودی نوک ولی هم داشت بازی میکرد، یعنی آره اما نوک اول بازی. بازی هم یه موقع داشت و دیگه بعدش تموم محو آخ شد. آخ باید اونو گل میزد. یعنی آره الان که دارم حس میکنم گلو میزد ممکنه فندفن هم 2 بگیره، پدرو پورو هم 2 بگیره، حداقل ضررش واسه ما کمتر بود. ببین وست هم خیلی بده، بعد دعا کنیم که پاتر اخراج شه دیگه، دعا کنیم پاتر اخراج شه بتونیم یه گزینه چیزی ازشون در بیاریم. دیوف ما هم 4 و 4 دهم شد، 1 دهم کاهش قیمت خورد بنده ولی خیلی خدا. خوبه دیوف، خیلی بازیکن واقعا خوبیه. تو رفت و آمد اصلا عجیب غریب سرعت داره، سانترای خوب. ولی خب کسی نیست اون جلو بزنه دیگه، دفاع هم اینقدر سوراخه، هر سانتری میشه گله. آره من نمیدونم این هرمانسنه گلر مثلا بدمینتون بود، من نمیفهمم چرا اینطوریه، وای میسته پشت دفاع قایم میشه یه وقت اوف نشه. من نمیفهمم چیکار میکنه. بابا شما یه گل خوردی هر ست پیس، 2 تا خوردی، 3 تا خوردی، برو درستش کن دیگه. من نمیدونم تو تمرین اینا چیکار میکنم، وسطی بازی میکنم، گرگم به هوا بازی میکنم. خیلی بده بستم. تاتنهام هم اگه به کسی بر نخوره خیلی رو ست پیس کار میکردن دیگه، حالا به آرسنال گیر میدادن ولی چلسی و لیورپول و تاتنهام هم همش دارن ست پیس میزنن، کسی بهشون قور نمیزنه دیگه. تازه نه اودستی هم اضافه شده امسال، اودستی بلند هم بله داره. بله بالاترین نرخ اودستی، یعنی علیزاده الان تو لیگ برتر بازی میکرد جای واتکینز میتونست فیکس بازی کنه. نادر محمدی داریم بابا، علیزاده رو چرا میاری؟ نادر محمدی پستش فرق میکنه، جای پدرو پورو بود، از پدرو پورو بیشتر میاد. خب برنامه بلند مدت تاتنهام خوبه فرید، به نظر توی وایلد گزینه ازشون بیاریم نیاریم؟ ژاوی سیمونز هم بازی خوبی داشت، این بازی اولش بود، اسیستش هم که داد، ولی خب وینگر بهش بازی داد، یعنی من انتظار داشتم پشت مهاجم بازی کنه ولی وینگر بازی کرد. نظرت چی راجع به هم سیمونز؟ پست اصلیش همون وینگره، یعنی من حدس میزدم که جانسون یه ذره به خطر بیفته. ببین این تیمایی که تو CL هستن، خصوصا این تیمایی که سابقه CL ندارن، بعد از چند وقت اومدن به CL، یعنی چلسی 1-2 فصل مشکل داشت نیومده بود، تازه دوباره داره امسال دوباره برگشته به CL. تاتنهام همینطور، نیوکاسل هم بعد از 1-2 فصل دوباره برگشته. این سه تا تیمایی هستن که احتمالاً ترکیبشون رو ما خیلی خوب نمیتونیم حدس بزنیم، یعنی جوشار چرخش میشن، همونطور که سینا راجع به نیوکاسل گفت. نیوکاسل هم تاتنهام هم از اون تیماست که بجز چند تا پست گزینه بکاپ داره تو همه پست‌ها، یعنی کلوموانی تو خط حمله داره، ریچارلیسون این بازی رو نیمکت بود کلا بازی نکرد، حالا ماتیاس سل مصدوم شد اومد به عنوان تعویضی، ولی من فقط گزینه سیف و پاپسا رو کدوس میبینم تو خط حملهشون. کدوس هم همونطور که ابتدای فصل گفتیم از اون بازیکناست که خیلی لبه خط داره بازی میکنه، یعنی درسته که دقایقش تضمین شده است، 70 80 90 دقیقه داره بازی میکنه ولی خیلی اثرگذار نیستش، یعنی بازیکن به لحاظ فانتزی گزینه نیستش به نظر من. یعنی من سارو با 5 میلیون خیلی بهتر از کدوس میبینم، هم ممکنه که دفکان بده
هم خب ریترناش خیلی کمتر نبوده. یعنی من کدوس غیر از بازی اول که 2 تا پاس گل داد دیگه فکر نکنم ریترن داشت اگه نه اشتباه نکنم. نداشت. آره سارم یه گل زد همین بازی 8 امتیاز گرفت دیگه. من فکر می‌کنم سار توی خط حملهشون حداقل بهترین گزینه است. یعنی من راجع به ژاوی سیمونز هم هنوز مطمئن نیستم، باید صبر کنیم ببینیم سی شروعشه، ببینیم چرخششون به چه شکله توی خط دفاعشون. ولی دفاعشون خیلی خوبن دیگه فعلا. خیلی تحول ایجاد کرده فرانک، برعکس اون تیم فاجعه فصل پیش به لحاظ دفاعی الان مستحکم شدن. من فکر میکنم فندرفن بهترین گزینه خط دفاعشونه. رومرو هم خیلی خوبه ولی خب فندرفن 4.5 میلیونه به نظرم بهتره. پدرو پورو هم به نظرم نیاری. من فکر میکردم کاشته و کورنر میزنه، این بازی کورنرها هم داشت کدوس میزنه. سیمونز هم میزنه دیگه. ژاوی سیمونز هم زد. آره ژاوی سیمونز هم زد. راستا رو کدوس میزد، چپا رو سیمونز میزد. ببین الان یعنی کدوس گزینه فروشه. ببین برنامهشون جوری نیست بخوایم بفروشیم. یعنی برنامه تاتنهام این هفته با برایتون، بعد با وولز، بعد با لیدز، بعد با ویلا، بعد با اورتون. یعنی 5 هفته بعدشون برنامه خوبیه. اونایی که کدوس دارن نه به نظرم گزینه فروش نیست. ولی اگه کسی واید میزنه من پیشنهاد میکنم که دیگه کدوس رو نیاره. یعنی میخواست ریترن ببین آخه هافبک‌ها خیلی کمن. خب هافبک‌ها خیلی کمن. تو بخوای کدوس رو نیاری به نظرم باید تبدیلش کنی به دفاع. آره دیگه من پیشنهادم همینه دیگه. یعنی خیلی بدم میاد اون فصلی که بیگت ببک هم مد شده بود، من خیلی بدم میومد 5 تا دفاع میذاشتی انگار لیگ ایرانه. ولی مثل اینکه بازی داره به این سمت میره که بعد منتظر باشیم خب 9 تا اکت دفاعی، خب ان شاءالله که بریم 10 تا اکت دفاعی بشه 2 امتیاز بگیریم. من دوست ندارم ولی بازی داره میره سمت این دیگه که هالند و سلا داشته باشیم، یه 5 تا قلچماقو بذاریم عقب زمین، وسط هم با یه 5-5 ما پر کنیم دیگه. یعنی بازی داره اینطوری میشه. مهاجم خوبم که غیر از هالند من خیلی حالا یوکرش هم بد. پدرو بابا پدرو 5 تا ریترن داده، 4 تاش با ضربه سر بوده. بابا این فقط پنالتی میزد تو برایتون. من نمیفهمم. این تاکتیکای جدیده دیگه. بعدم یه چیزی گفتی لیگ ایران، من ناراحت شدم. فانتزی خلیج فارس اصلا اینطوری نیست. خیلی هم جذابه. من دارم پیگیری میکنم این سال. خیلی به نظرم بهتر از انگلیس بوده تا الان. شوشتری رو کاپیتان کنیم این هفته. شوشتری افسش قیمت خورده. آره مگه ایران هم از این چیزا داره؟ چی؟ الان شده 6 و 2 دهم. سمنیو نه شوشتریه. بریم بس نه. بریم چلسی و برنتفورد 2-2. برنتفورد گل زد و بعد چلسی کامبک زد با برگشت پالمر رو من رو فرم دیدم. یعنی برگشت و به نظر خوبم برگشت. ژائو پدرو باید یه اسیست داد و بونس 2 و دقیقه آخر گل خوردن و بازی مساوی شد. چطور دیدی بازی محمد علی؟ گزینه‌های فانتزی کیان؟ ببین چلسی من فکر می‌کنم گزینه هجومیشون بهتره. یعنی همون پدرو و پالمر. می‌خواستم اتفاقا بگم کسی که داره واید میزنه به نظرم پالمر فکر کنه. یعنی تو این بی هافبکی شاید یه بازیکنی مثل پالمر گزینه خوبی باشه که توی خط هافبک بذاریم و برنامه‌شون هم اونقدر برنامه بگیم خیلی خیلی سختی نیست. یعنی متوسطه واقعا. این هفته بازیشون با یونایتده که خب یونایتد رو میبینیم که دفاعش چقدر سیرکه واقعا. یعنی هالند حالا گل اولش میتونیم بگیم فینیشینگ خوب هالند، ولی گل دومش دیگه اصلا یه چیزی بود از لیگ ایران هم فراتر. آقا هی داری میگی دیگه. بعد لیگ سنگاپور. اوکی بفرمایید. بله با هتریک می‌کرد حداقل. میگم دروازه خالی هم که زد چیزی. حالا میرسیم. آره اون خیلی عجیب بود. خیلی عجیب بود اصلا. سر دیگه نمیدونم دیگه. اینا از بدشانسی معالی بود به نظر من. به نظر من اینا جزو بدشانسی معالی بود اصلا.
والا به خدا همش بدشانسی. بعد یونایتد با برایتون دارن تو خونه، بعدش با لیورپول دارن که اونم تو خونه است ولی خب بازی سختیه، بعدش با فارست و ساندرلند. یعنی خب فارست رو که هنوز دفاعش نمیدونیم چه جوری، ولی اگه بخوایم سابقه آنجو در نظر بگیریم بازی که حالا میتونه کارشو کنه، بعدم که با ساندرلند تو خونه. به نظرم پالمر الان یه گزینه. پالمر بفهم. همه فکر و ذکرم پیشمونه. ولی آره کسی که واید میزنه یا کسی که پالمر رو نگه داشته به نظرم الان مخصوصا که مالکیتش هم اومده پایین خیلی میتونه توی رتبهشون تاثیر بذاره و اگه هفته‌های بعدی هم همینجوری پوینت بیاره که بازی دردسری هم ماهایی که پالمر نداریم بهمون اضافه میشه. گزینه‌های دفاعیشون هم زیاد نیستن، یعنی این برنامه که اصلا واسه دفاعیشون خوب نیست، همون کلین شیت هم که کردن رو شانس و اینا بوده. بگذار پوکوری هم نیمکت بود و نیمه دوم اومد تو زمین. کالوبا رو من خودم داشتم، دفکانش رو گرفت ولی خب آره وضعیت دفاع خیلی جالب نیست. سانچز تو گل دیگه هر توپی بیاد ممکنه بره تو گل دیگه، یعنی باید دعا کنی توپ سمت این نیاد. خیلی بده، اصلا نمیدونم چرا اینجوری اذیت میکنه دیگه. خدایی بین هرمانسن و سانچز انتخاب سخته. خیلی سخته. ایام نیازمند انتخاب میکنم بین هرمانسن و سانچز. بابا عجب آدمی هستی تو. اجازه بده ما این تعصبات رنگیمون وارد اپیزودا نشه دیگه. بریم آقا بریم رد از این بحث. سینا تیمتون داره چیکار میکنه؟ تیمتون همش دقیقه 90 به بعد گل میزنه میبره، 4 تا بازی 4 تا برد، یکیش بردید، ولی خب خیلی جالب نبود دیگه، اوضاع عجیب غریبه. یه صحبت بگو کلا راجع به لیورپول و بگو چرا اینجوری بود بازی. آره ببین اول فصلم حالا تو اپیزود من گفتم خیلی انتظار بازی جذاب و روون و خیلی خوب از لیورپول تا اول فصل حداقل ندارم، به خاطر اینکه تقریبا 50% تیم به طور کلی عوض شده تا بخوان حالا بازیکن‌های جدید هماهنگ شن با بقیه و تاکتیک و اصلا ترکیب اصلی دست مربی بیاد یکم طول میکشه. خب قطعا خوش شانس بوده لیورپول تو این 4 هفته و یه خوششانسی دیگه این بوده که خب با تیم‌های بازی کرده که یه جوری شرایط تقریبا مشابه داشتن، یعنی برنموث که خب دفاعش کلا عوض شده بود، نیوکاسل درگیر حاشیه‌های ایساک بود، حالا آرسنال رو میشه گفت یه اتفاق بود دیگه، حالا یه ضربه کاشته بردیم وگرنه عادلانه اون بازی هم مساوی بود میشه گفت، و بازی بنلی هم دوباره میتونم بگم به اتفاق و شانس بود وگرنه آنچنان موقعیت خیلی خوبم نداشت لیورپول توی این بازی و به نظرم باید حالا صبر کنیم ببینیم ایساک اضافه میشه بعداً چه جوری میشه، یعنی اصلا اون 3 نفر جلو خب صلاح که احتمالاً 99% همچنان هست، اون 2 نفر دیگر رو من خودم واقعا هنوز مطمئن نیستم، یعنی حس میکنم در بلند مدت خب ایساک فیکس میشه ولی اون نفر سومه دوباره باز بین اکیتیکا و گاکپو نمیدونم میخواد چیکار کنه و اینکه کلا هم تیمای دیگه هم که بازی میکنن یه جورایی اون سمت گاکپو رو آزادتر میذارن که توپا بره اون ور، صلاح خیلی اثرگذاری اصلا نداشته تو جریان بازی، یعنی یه جورایی انگار عمدن تو میدونن که حالا احتمالاً گاکپو کیفیتش پایینتر از مارای هجومی دیگه است، اون ور باز میذارن که توپا همه بره اون ور رو. تنها شوت صلاح پنالتیش بود دیگه تو این بازی. صلاح اصلا خیلی مثلا میگم کاری تو جریان بازی خیلی نبود اصلا. شانس آوردیم ما که کاپیتانمون صلاح بود واقعا. شانس آوردیم آره. حالا البته این هفته خب کاپیتان خیلی صلاح بود ولی واقعا اگه ازم بپرسی که حالا صلاح الان باید داشته باشیم یا نه واقعا نمیدونم، یعنی من فکر کنم که اگر کسی بخواد وایلد بزنه و مثلا فقط هالندو بذاره کاملا منطقیه، یعنی با اینکه حالا به نظرم باید باز بیشتر صبر کرد اومدن ایساک ببینیم چه تأثیری داره و اینا، ولی با قیمت 14.5 میلیون این نحوه بازی و اثرگذاری خیلی جذاب نیست دیگه. از اون ورم حالا بخوایم گزینه‌های فانتزی رو اشاره بکنیم تو خط دفاع فقط فندا که به نظرم میتونه گزینه باشه. من کناتی داشتم آقا کیف کردم خدا وکیلی خوب بود. آره کناتی هم خب خوبه. حالا من حدسم اینه که شاید حالا
کناته هم یه احتمال چرخش حالا داشته باشه. اونقدر بازیکنی نیست که بتونه همه بازی فصل رو انجام بده، سابقه مسئولیت هم زیاد داره. و گزینه‌های دیگه خب دفاراس که الان وضعیتش اصلا معلوم نیست. سوبوسلای فعلا بازی قبلی جواب داده، همچنان هم داره ادامه میده، با اینکه مثلا برادلی و فریمپونگ هستن اونا رو نیمکتن، همچنان سوبوسلای داره دفاراس بازی میکنه. دفاع چپ که کرکز و رابرتسون هر لحظه احتمال تعویضش وجود داره. فریمپونگ کارشو کرد دیگه، ولی پنالتیشو گرفت. آره، ولی خب من همچنان اعتقاد دارم که چون از سوبوسلای جواب گرفته احتمال داره بازم همچنان تو بازی‌های دیگه، بازی بعدی هم این حرکت رو تکرار کنه، مثلا وسط بازی کار اگه گره بخوره فریمپونگو بیاره به عنوان یه دفاراسی که حالا میتونه نفوذ کنه و تو حمله هم بیشتر اثرگذار باشه. و در کل به نظرم آره لیورپول فعلا خیلی جذاب نشون نداده، با شانس و اتفاق و اینا تونستن امتیاز بگیرن و هر چهار تا بازی ببرن. و صلاح هم همونطور که گفتم به نظرم میشه توی اگه کسی بخواد وایلد کارت بزنه و نتونه هالند و صلاح با هم جا بده، خیلی غیر منطقی نیست الان دیگه، برخلاف اول فصل که من نظرم چیز دیگه ای. اوکی، ایساک هم یه صحبتی راجعش بکنیم. اسلوت گفته که الان شرایط 45 دقیقه بازی کردن رو داره فقط، حالا یا تو این بازی سیلشون جلوی اتلتیکو این بازیشو انجام میده یا جلوی اورتون. من فکر کنم جلوی اورتون احتمالاً بخاطر جاش استفاده کنه. نظر تو چیه؟ من حقیقتش فکر کنم جلوی اورتون هم باز اگرم بازی کنه از اون نیمکت بیاد. به نظرم آره 45 دقیقه قرار بازی کنه کلا، چیزی که آره یکی از اینه که گاکپو بذاره نیمکت، که حالا گاکپو که فکر کنم بخاطر اینکه هموطنشه دیگه خیلی علاقه زیادی بهش داره و سال جام جهانی هم هست. آره و اکیتیکه هم آخه اونجوری اونقدر بد نشون نداده که بخواد حالا سریع بخواد بذارتش نیمکت، یعنی اونم حالا یه شرایط مشابه داره که نمیتونه حالا 90 دقیقه بازی بکنه و اینا، ولی من فکر میکنم حتی جلوی اورتون هم اکیتیکه فیکس باشه و ایساکو احتمالاً تا شاید حالا تا فیفا دی بعدی اونقدر ترکیب ثابت نبینیم، مگر اینکه مثلا تو حالا بازی سی ال اگه آسون تر باشه بهش بازی بده فیکس. اوکی آقا، همینجا حالا بحث وایلد رو بیم باز کنیم. یه سری خب صلاح نداشتن زاول توی تیم چانس فصل رو بدون صلاح شروع کردن. به خاطر آوردن صلاح اولا وایلد بزنیم یا نه؟ این یک. و دو اینکه اگر حالا به هر دلیلی میخوایم این هفته وایلد بزنیم صلاحو بذاریم یا نذاریم. حالا سینا که نظرشو گفت، بریم نظر بقیه بچه‌ها رو بپرسیم. فرید تو نظر چیه؟ ببین راجع به لیورپول یه نکته‌ای که هست که سینا هم بهش اشاره کرد که سمت چپ خالی میذارن که سمت راست صلاحو ببندن. تو بازی اخیر دیدیم سوبوسلای به دلیل اینکه حالا برادلی مصدوم بود و فریمپونگ هم مصدوم شد، سوبوسلای گذاشت راست، سوبوسلای اینورتد میشد، صلاح میرفت لب خط بازی میکرد. ببین وقت زمانی به گل رسیدن که به نظرم سوبوسلای اومد وسط، برادلی و فریمپونگ به بازی اضافه شدن. من فکر میکنم برعکس سینا فکر میکنم که واسه این که صلاح یه ذره آزادتر بشه و بتونه موقعیت ایجاد کنه، شوت بزنه، گل بزنه، فریمپونگ و برادلی، حالا فکر میکنم فریمپونگ، چون برادلی بد بود به نظرم وقتی اومدن تو بازی، فریمپونگ برگرده و فریمپونگ بازیکنیه که لبه خط بیشتر بازی میکنه تا بخواد اینورتد بشه. اگه فریمپونگ برگرده به نظرم صلاح دوباره میتونه بره تو باکس، شوت بزنه، موقعیت ایجاد کنه، گل بزنه. من فکر میکنم برگشتن فریمپونگ به صلاح کمک بکنه. صلاح کماکان بازیکنیه که گفتیم تو این بی هافکی بازیکنیه که بالاخره یک حرکتی میکنه، دقیقه 90 یه پنالتی، یه پاس گل، یه کاری میکنه صلاح. یعنی بازیکنیه که شما اگه نداشته باشین خیلی ضرر. من هنوز به اونجایی نرسیدم که از صلاح عبور کنم، خصوصا اینکه این هفته هم سیتی و آرسنال با هم بازی دارن، لیورپول و کلا هم صلاح بازیکنیه که تو فشردگی هم حتی چرخش نمیخوره، دقایقش تضمین شده از پنالتی میزنه. به هر حال لیورپول تغییرات زیاد داشته و این تغییرات اگه هماهنگ بشن دوباره لیورپول تیمی میشه که همون بازی‌های جذاب فصل گذشته رو میکنه. درسته تو این 4 هفته خوب نبودن ولی خب به هر حال 12 امتیاز گرفتن، صدر جدولن و تو کورس رقابت هستن. من فکر میکنم صلاح بازیکنی نیستش که
فعلا ازش عبور کنیم. دیگه سوال تو متوجه هم نشد. سوالا در مورد وایلد کارت بود دیگه، اینکه آیا به خاطر آوردن صلاح وایلد بزنیم این هفته یا نزنیم. یه سری ببین ممکن من نداشته باشن دیگه. ام، ببین من نظرم این که والکات زمانیه که درست مشکل باید داشته باشه، تیم محروم مصدوم مثلا داشته باشی، ولی اصل کار همون پریمیومان، یعنی شما اگه نخوای پریمیومتو عوض کنی خیلی واید لزومی نداره. من به نظرم صلاح و هالند بازیکنایی که باید داشته باشی و اگر داری خیلی نگاه نکن فیکسچر بقیه بازیکن‌ها چطورین. یعنی روند فصل و روند لیگ اینطوری بوده که خیلی بازیکن‌های باثباتی نداشتیم که مثلا این هفته بازیشون آسونه اینا قراره پوینت بگیرن یا این هفته بازیشون سخت ممکن امتیاز نگیرن. فقط گفتم که فقط پدرو و سمنیو در کنار هالند تونستن تو این 4 هفته 3 هفتهشو ریترن بدن، بقیه بازیکنان اونچنان ثباتی نداشتن. این که به خاطر صلاح واید بزنی من موافقش نیستم. یعنی اگه صلاحو نداری لیورپول کماکان خیلی نه گل میزنه و گلایی هم که میزنه پخش میشه، انقدر بازیکنای خوب داره تو همه پست‌ها، ایساک هم اضافه میشه. ولی من فکر میکنم که واید واسه هفته 7-8 بهتر از هفته 5 و 6 باشه. این نظر خب کیو شخصیمه. کاپیتان کنن این هفته؟ سیتی و آرسنال هم با هم دارن. ببین اگر خب بستگی به تیم هر شخص داره. مثلا من یوکرش رو گزینه خیلی خوبی میبینم واسه کاپیتانی اگه کسی داره و صلاح نداره. یوکرش خوبه، سمنیا گزینه خیلی خوبیه با توجه به اینکه نیوکاسل خسته به بازی با بورنموث میرسه. هالند گزینه بدی نیست. من درست دفاع آرسنال خیلی قویه ولی هالند بازیکنیه که به هر تیمی میتونه گلو بزنه، ولی مثلا من میخوام یوکرش و هالند بینشون مقایسه کنم، حالا بحث کاپیتانیه، ولی من فکر می‌کنم یوکرش گزینه خیلی خوبی باشه واسه کاپیتانی. حتی ژائو پدرو بازیش نسبتا سخته، با بایرن دارن 3 روز بعد 2 روز، یعنی کمتر از 72 ساعت بعد بیان تو اولترافورد بازی کنن و خیلی چلسی عادت نداره به این شکل. حالا حداقل فصل پیش رو تو سیل نبودن و ببینیم که واکنششون به این تغییرات چیه. اونطور که محمد علی گفتم و ببینیم پالمر واکنشش چیه، یعنی هر 3 روز میتونه بازی کنه. فصل پیش اینطوری بود که کلا کنفرانس اسمشو نداده بودن تو لیست و هر یه هفته میمد یه بازی میکرد، خیلی وقتا هم بلنگ کردش و ببین حالا هر 3 روز داره بازی میکنه، مسئولیت واسهشون پیش میاد. میتونه بدنش اصلا این مقاومت رو داره هر 3 روز بازی کنه یا نه. به نظرم حداقل یه هفته سیل رو ببینیم ترکیب تیما چرخش تیما به چه شکلی، بعد والد بزنیم به نظرم بهتر. دم شما گرم محمد علی. تو هم جواب ما رو بده، والد بزنیم به خاطر آوردن صلاح یا نه. به عنوان متخصص فری هیت هم بگو این هفته فری هیت بزنیم یا نزنیم، حالا که اگه صلاح نداره کسی. ببین چند تا نکته هستش. یکی راجع به کسایی که داری میگی صلاحو ندارن. خب کسی که تا الان صلاحو نداشته خب یه دلیلی داشته که صلاحو نیورده دیگه، یعنی یا پریمیوم های دیگه گذاشته یا مثلا از لیورپول هم گاکپو یکی دیگه کسی رو گذاشته تو تیمش و فیکسچر صلاح میشه گفت تا این هفته مثلا همین مثلا 5 و 6 فیکسچر خوبی بوده، یعنی باید ازش استفاده میکردن مثلا جلو برنلی و اورتون و اینها. و حالا اینکه بخوایم به خاطر صلاح واید بزنیم من مخالفشم. یعنی لیورپول حالا راجع به عملکرد تیمی و فردی صلاح و بقیه بازیکن‌ها صحبت کردم، بچه‌ها من دیگه تکرار نمی‌کنم. تیمی نیستش که الان اون قدری که ما روش حساب می‌کردیم نتونسته توقع ما رو برآورد کنه، به خاطر اینکه ما فکر می‌کردیم بهترین تیم هجومی لیگ باشن. آمار هم تا حدودی مثلا اینو نشون میداد، ولی اون چیزی که در عمل دیدیم خب فرق میکنه، یعنی از نظر فانتزی برای اون چیزی که میخواستیم نبودن. بعد نکته دیگه که هستش، پیش بینی میکردیم که وقتی که لیورپول داره این همه گزینه هجومی میخره نقش صلاح توی ریترنای لیورپول کمتر بشه و این اتفاق هم واقعا افتاده و جدای از اینها خب تاکتیک هم به یه سمتی رفته که صلاح حتی اون خطر سابق رو نداره دیگه. یعنی اینجوری نیست بگیم فقط در واقع گلا پخش شده بین بازیکن‌ها. صلاح خیلی وایدتر بازی میکنه و
این باز از جذابیتش کمتر میکنه. من به نظرم صرف این که بخوایم بگیم صلاح گزینه کاپیتانی توی این هفته است، چون ببین این هفته رد بشه بعدش هفته دیگه میشه گزینه کاپیتانی داشت. یعنی اینجوری نیست بگیم صلاح تو هفته بعدی همچنان گزینه اصلی کاپیتانی خواهد بود. هالند به زودی میشه گزینه اصلی کاپیتانی توی هفته‌های بعدی. صرف این هفته به نظر من اشتباهی که بخوایم مثلا صلاح داشته باشیم براش واید بزنیم. نکته دیگه که هستش، به نظر من کسی که واید میزنه اگه صلاحو داره میتونه همین الان ازش بگذره. یعنی من خودم الان که تو تیممون هست، اونایی که تو تیممون هست که قطعا نگه میداریم، ولی توی چیزی که تو ذهنمه اینه که هفته 6-7 از صلاح بگذرم و ببینم وضعیت ایساک چطور میشه. یعنی ترجیح میدم با هجومیای دیگه مثل هالند و یوکرش و پالمر و اینها ادامه بدم و اگه دیدم وضعیت ایساک توی لیورپول خوبه و رو فرم هست، ایساک رو به تیم اضافه میکنم به عنوان مهره هجومی از لیورپول، چون با اون پول صلاح خیلی کارا میتونی تو بکنی و به نظر من چیز کمی نیست. یعنی برآیندی که بهت میده به نظر من خیلی بهتر از اینه که صلاح داشته باشی و یه بعضی هفته بخوای کاپیتانش کنی. در مورد فریهیت گفتی بهم، فریهیت شاید فقط واسه کسای خوب باشه که این هفته بازیکن آرسنالی و منسیتی زیاد دارن دیگه، و از طرفی حالا مثلا گزینه بگیم دیگه از کی مثلا داشته باشن که به درد فریهیت بخوره، چون بازیایی که این هفته هستن جوری نیست که خیلی بتونیم روشون حساب باز کنیم. یعنی تیمای واضحاً قوی، گزینه‌های واضحاً خوب جلوی تیمایی که خیلی ضعیف باشن بازی ندارن. یعنی مثلا ویلای با ساندرلند دارن، سیتی و آرسنال آره با هم مثلا ویلای با ساندرلند داره که الان ما راجعش صحبت می‌کنیم احتمال برد ساندرلند رو بیشتر می‌بینیم، یا از اون مثلا فارستی با برنلی داره که ما اونور چیز رو بیشتر می‌بینیم، احتمال در واقع مثلا حتی گل خوردن فارست رو می‌بینیم، و وولز با لیدز داره فکر کنم که اونم راجع به صحبت کردیم دیگه. یعنی عملاً گزینه‌های واضحی نداریم واسه فریت این هفته، و از اون طرف آرسنالی هم خیلی ها تو تیمشون ندارن یا کم دارن. برای همین من فکر میکنم که نه، برای فریت اصلا هفته خوبی نیست و نهایت با اون ترانسفر اینا بتونیم یه حرکتایی بزنیم. اوکی، مرسی محمد علی. بازی آخر هفته هم بریم بررسی کنیم. سیتی 3-0 دربی برد. خب هالند ستاره بازی بود، 2 گل زد، یکی 2 گل نزد، اسیستش رو ریندرز نزد و خب خیلی میتونست بیشتر از 13 امتیاز هم بیاره. هالند رو وایلد بزنیم بیاریم یا نه؟ اینو جواب بده سینا. ببین بازم اینم یکم بستگی به استراتژیش هست داره. اگر خب حالا برای همین هفته 5 کلا حالا صحبت کردیم که اگر بشه ساعت 1-2 هفته دیگه هم وایلد نزد خب خیلی بهتره که این تغییر برنامه هم اتفاق بیفته کلا. ولی خب اگر کسی مجبوره وایلد بزنه قطعا به نظرم هالند رو باید داشته باشه، مگر اینکه باز هر حالا استراتژی بگیم ممکنه استثنا داشته باشه. حالا برای شخص خودم دلیلی که من هالند رو نیاوردم این بود که نگاه کردم تا هفته مثلا 11-12 حس کردم که اوکیه که مثلا صلاح و کاپیتان کنم، یعنی میشد برنامه لیورپول سیتی یه جوری هست که صلاح رو به هالند ترجیح بدم برای کاپیتانی، به جز هفته 6 که خب حالا پلن خودم فریهیته که هالند رو برای هفته 6 بیارم برای کاپیتانی. یعنی من دلیلی که حالا اون موقع نذاشتم این بود، حالا احتمال فعلا که به نظر اشتباه اومده حالا اون طرز تفکر من رو استراتژی که داشتم، ولی به نظرم کسی بخواد الان وایلد بزنه دیگه آره دیگه باید مشخصه یه جورایی که هالند باید حتما گذاشت توی تیم. اختلافش یه مقدار با هالند با صلاح بیشتر شده، یعنی اختلاف این که یعنی یه جورایی این که ترجیح بخوایم بدیم هالندو الان دیگه خیلی غیر منطقی نیست. و اینکه آره به نظرم هالند یکی از ماسواس برای وایلد کارت و میشه بلند مدت هم توی تیم نگه داشت. حالا در بلند مدت هم که حالا صلاح میره جام ملت آفریقا و اینا، اون موقع که اصلا دیگه
راحت‌تر میشه هالند توی تیم گذاشت. و محمد علی اشاره کرد احتمال داره حالا ایساک بیاد چند تا بازی ازش ببینیم، ترکیب شاید هالند و ایساک تیم بهتری بتونیم باش بسازیم نسبت به ترکیب هالند و صلاح. و آره به نظرم هالند داشتنش یه جورایی واجب شده دیگه. دم شما گرم. فرید تو هم نظر تو بگو، کلا گزینه‌های از سیتی و به نظرت کیا خوبن که توی والد بیاریم؟ خب دوناروما عالی بود، ادرسون بود این کامبک خورده بود سیتی، ولی دوناروما نگهشون داشت تو بازی و گواردیولا هم برگشت. رندرز اذیتمون کرد، گل نزد، 2 تا گل هم نزد، یعنی نیمه اول یه دونه نزد، نیمه دوم که دیگه اون تک به تک رو نزد، اذیتمون کرد. و فودن هم با گل برگشت، با مسئولیت مرموش شاید بشه رو فودن هم حساب کرد. ببین راجع به هالند من کماکان توصیه میکنم که یه هفته دیگه هم وایسید، وایلد کارت این هفته نزنید، چون به خاطر هالند و اگه هالند ندارید و میخواین حتما هالند رو بیارید یه هفته دیگه هم صبر کنید، چون این هفته بازیشون واقعا سخته. یعنی من بعید نمیدونم حتی اگه هالند مثلا بلند کنه جلو آرسنال، اصلا خصوصا اینکه آمارش خیلی هم جلوی تیمایی که قویان خوب نیستش هالند. به و آرسنال خوب گل زده، ولی به آرسنال خوب زده زمانی که به آرسنال خوب گل زده که چیز بوده دیگه، آرسنال راب هولدینگ تو آره دیگه راب هولدینگ تو ترکیب. فکر می‌کنم تو 2-3 فصل اخیر آرسنال خیلی خوب نتیجه گرفته جلو سیتی و پارسال آرسنال هم که تو حتی امارات فکر 4-1 بردن یا هم چیزی، 3-1 بردن فکر 4-1 کنم، فکر کنم، 4-1 ولی آره گلر رو 4-1 هالند زد. 4-1 بردن. آره آره تو اتحاد هم حتی 10 نفره شدن باز هالند نتونست گل بزنه یا گل ببین زد. فرید یه گل نکته اول نه زد. بگم، گل زد، گل ببخشید اولو زد. کنسل صحبتت. آره گل اول زد. جان ببین داری میگی منم باهات موافقم که این هفته اصلا هفته مناسبی واسه وایلد نیست. یعنی هم کسایی که صلاح دارن این هفته نمیتونن صلاح رو رد کنن چون گزینه اصلی کاپیتانیه، و هم از اون ور آرسنالی و من سیتی با هم بازی دارن. خب ولی یه نکته که هستش، یه چیزی که هست، خیلی ها میخوان رو هالند هفته 6 تریپل بزنن. خب بعد کسی که میخواد تریپل بزنه نمیتونه 6 وایلد بزنه دیگه و یه جورایی مجبوره. حالا هرچند که اینم باز خودش جای بحث داره که 6 حالا رو هالند حتما تریپل رو بزنیم یا نه، چون برنلی هم من خودم هم 3 هم 4 جلو برنلی کاپیتان انتخاب کردم و جفتش با خوششانسی محض دقیقه 90 پنالتی زدن و کاپیتانم بلنک نشده. ایکس جی حالا بوده یه مقداری، یعنی اینجوری نیست که خیلی موقعیت ندن، موقعیت دادن به حریف، ولی دفاعشون انصافا بد نبوده. یعنی شاید اینجوری هم نباشه که حتما بخوایم تریپل بزنیم، باید این دوتا رو با هم یه در نظر داشته باشیم دیگه. ببین من آره دقیقا باید موافقم، ولی به نظرم چون تریپل رو تو یعنی نیم فصل اول میتونیم بزنیم، بازیهای دیگه هستش که حالا حتما اینطوری نیستش که بخوایم حتما جلو بینلی بزنیم. یعنی سیتی هم جلو لیدز تو خونه داره تو نیم فصل اول، هم جلو ساندرلند تو خونه بازی داره، اونور لیورپول هم بازی خوب داره، بازی خونگی خوب داره. اینطور نیستش که همه چون دارن تو هفته 6 تریپل میزنن دیگه هفته خوبی نیستش واسه تریپل زدن. به نظر من صرف این که حتما بخوایم تریپل و 6 بزنیم الان وایلد بزنیم به نظرم تصمیم منطقی نیستش که بخوایم وایلدمون رو بسوزیم. ولی اگر کسی وایلد بزنه این هفته به نظرم باید بره، یعنی اینطور نیستش که چون هالند با آرسنال داره نیارتش باید بیاره حتما هالندو، از آرسنال حتما بیاره، نگاه نکنه چون با سیتی و نیوکاسل بازی دارن بی خیال آرسنال چیم بعداً بخوایم اضافه کنیم. الان داری واید میزنی دیگه باید بازیکن‌های آرسنال رو بیاری. این از واید و تریپل. راجع به بقیه گزینه‌های سیتی به نظرم با توجه به اینکه مرموش مصدوم شده دوکو فعلا فیکس باشه. یعنی باز حالا باید لیگ قهرمانان ببینیم جلو ناپولی چه ترکیبی میذاره، اون خیلی بهمون کمک میکنه که ما ببینیم چرخشاش به چه صورت تو لیگ و سیل. بازی‌های سخت میخواد چیکار کنه تو سیل، اگه بازی سخت دارن کیا رو میخواد فیکس کنه، کیا رو توی لیگ بازی بده، چون دستش تقریبا بازه با اینکه خیلی مصدوم داره بازم دستش خیلی تنگ نیست. فودن خیلی بازی خیلی خوبی داشت، یعنی بعد از مدت‌ها یه فودن تقریبا آماده رو دیدیم
من گزینه تدافعی کماکان ازشون نمیبینم، با اینکه گواردیول برگشته خط دفاعشون خط دفاعی مناسبی نیست واسه اینکه باید چون گلو میخوردن هم امبومو باید بعد گل شانس بود. می‌خوردن، هم اصلا دفکان مفکان خبری نیست از سیتی، یعنی برعکس بقیه تیم‌ها خیلی امیدی هم به دفکان نباید داشته باشیم. رودری برگشته خیلی خبر خوبیه واسه سیتی و پپ و تأثیر داشتش واقعا. شما باز میدی خیلی رودری تاثیرگذار بود، هر چقدر آماده تر شه. یعنی من منتظرم اینه که رودری به روزای اوجش برگرده، اون موقع هم دفاع سیتی و هم گزینه‌های دفاعیشون واسه فانتزی بالاتر میشن. الان چون تازه از مسئولیت برگشته، فکر می‌کنم دقیقه 75 80 هم تعویض شد که با احتیاط باشون. یعنی فکر میکنم مثلا جلو ناپولی هم ممکنه که رودری نیمکتی باشه که جلو آرسنال سر حال و فیکس بازی کنه. خیلی تأثیر گذاره. در کل من دوکو، فودن، هالند رو میدونم. هالند که حتما بیارید اگه باید میزنید. دوکو و فودن هم گزینه‌های دیفرنشیالن که میتونید ازشون استفاده کنید، با ذکر این نکته که احتمال چرخش وجود داره واسه هر جفتشون، چون سابینیو برگشته ممکنه با دوکو چرخش بخوره. اونورم وسط زمین گزینه دارن. رندرز کماکان با 5.5 گزینه بدی نیست، چون بازیکنیه که به نظرم کمتر از فودن چرخش میخوره تو ترکیب. و قیمت کمتری هم داره دیگه، احتمالاً ریسک کمتری هم داره آوردنش و خب موقعیت هم داشت دیگه، نزد فقط اذیت میکرد وگرنه الان خیلی جدی‌تر راجع بهش صحبت می‌کنیم. راجع به یونایتد هم گپ بزنیم بچه‌ها. امبومو به نظر خطرناک‌ترین گزینه است دیگه، با اینکه گل نزد چندین بار، ولی فکر کنم احتمالاً بعداً اگه بخوایم گزینه بیاریم امبومو باشه تا برونو فرناندز. جندقی کیف کرده دیگه، نداشته تو فرید امبومو رو. ولی بفرمایید. ببین، نه اونو داشتم چیز میکردم چون فرید داشتش ناراحت شده بودم که نزد، خیلی خوب. وگرنه که خود آره حالا فیلمش در میاد. اه، خدایی آره، اگه دوناروما نبود امبومو حداقل یه دونه رو که میزد و یونایتد هم موقعیت داشت دیگه. انصافا بازم آندر پرفورم کردن و وضعیت عجیبی دارن کلا. کونیا هم خب نبوده، یعنی این هم یه بدشانسی حساب میشه دیگه. یعنی وجود کونیا به نظر من خیلی تو بازی میتونه تاثیرگذار باشه، یعنی قدرت حمله توپ و پخش توپ و کلا بازی کونیا به نظر من خیلی میتونست موثر باشه. و حالا فکر میکنم که تا قبل این فیفا دی هفته فکر کنم قبلش برگرده، یعنی این هفته که نمیرسه ولی به 6 و 7 فکر میکنم برسه. و در مورد امبومو بخوایم صحبت کنیم، امبومو رو که راجعش صحبت کردیم، راجع برونو بخوایم صحبت کنیم، خب وضعیت خوبی نداره. یعنی حالا اینجوری که امروز هم من یه خبر خوندم، برونو و از وضعیتش توی منچستر راضی نیست، از پستی که داره بازی میکنه و با اینکه در واقع فکر کنم مرید ترین بازیکن منچستر نسبت به آموریم خیلی بهش اعتقاد داره و اونم بهش اعتقاد داره، ولی خب آموریم میگه که سیستم من همینه و اصلا حاضر نیست بهش دست بزنه. از اون طرف برونو هم دوست نداره اینجا که الان هست بازی کنه و میبینیم که واقعا یونایتد از بازیکناشون پتانسیلی که واقعا دارن رو نمیتونه استفاده کنه و بازدهی تیمیشون واقعا پایینه، یه جورایی دارن حیف میشن تو این سیستم. برونو اگه بخوایم از نظر فانتزی بهش نگاه کنیم، من فکر میکنم گزینه فروش باشه. یعنی بازیاش حالا درسته یه بازی مثلا خوب جلو ساندرلند فکر کنم هفته 7 داره، ولی با این پستی که داره بازی میکنه و این مصاحبه‌ای هم که آماری میکنه، یعنی قرار نیست احتمالاً تغییری توی پست برونو ایجاد بشه. من فکر میکنم گزینه فروش باشه، قیمتش هم بالا، بعیدم نیست به زودی کاهش قیمت هم بخوره. گزینه فروش باشه، ولی خب از اون باز هافبک نداریم، یعنی همش ما جای اینا میگیم سمنیو و دیگه چند تا سمنیو بذاریم تو خط هافبک. هر چی بخوایم بفروشیم میره به سمت دفاع. من در کل میخوام اینو بگم، توی این هفته 5 به نظر من سیو ترانسفر بهترین کاره.
با هر ترکیبی که دارین و از هر زاویه بهش نگاه میکنم، یعنی اگه 11 تا پر میشه باید سیو ترانسفر کنیم. اگه آره همچنان هفته دارم هفته از اون هفته است که سخته دیگه، نمیشه پیش بینی کرد کی امتیاز میاره. آره تقریبا دقیقاً، همه بازی غیر قابل پیش بینه دیگه که کدوم ور بیشتر حتی برنده میشه. ساندرلند و استون ویلا. فقط وست هم مشخصه که اونم میاد 2-0 میبره وستهم با کی بود؟ با پالاسه. پالاس. اونم اگه ببین شانس منه که فارست 3 تا خورد، اینجا هم وستهم میزنه پالاس رو. ما یه نیمه خوابمون بود باشه دیدیم وستهم 3 تا زده، فکر کنم نتیجه برعکسه. بعد آره واقعا اگه همچنان اپیزودامون اسم داشت این هفته رو گذاشتیم صبر ایوب، چون واتکینز هم تا گزینه نگهداریه. و آره تا جایی که میشه سیو کنین، حتی همین برونویی هم که گزینه فروشه، اگه باز نمیخواین هالند بیارین و هالند رو نمیتونین با ترانسفر بیارین، برونو رو هم نگه دارین. ششکام این بازی فیکس بود. اه، چی میگم، جنب و جوش و اکتیویتی خوبی داشت، ولی خب جون وجوش برام همچنان امتیاز نمیشه. آره همچنان مهاجم اون چیزی خوبم که زیاده میخوایم. آره برعکس دقیقاً هافک. مهاجم خیلی داریم، آره. مهاجم خیلی داریم و بیشتر از 3 تا نمیشه و دیگه آره همین. هالند داریم، گوکرش داریم، پدرو داریم، ماتتا داریم دیگه، اصلا نوبت به تازه ایساک هم ششکو. ممکن اضافه شه. آره ایساک هم بعدا احتمالاً اضافه میشه. خب دیگه راجع به همین بازی صحبت کردیم، دم شما گرم. بحث آخر طبق معمول کاپیتان هفته. سینا جان دربی مرسی سایدی داریم و محمد صلاح قرار کاپیتان بشه. آره والا آره یه نکته مرافی کم وجود داره اینه که بازی اول هفته است دیگه و اوه اه، بازی اول هفته است. آره متاسف. کنسله هیچی، برم کاپیتان پیدا کنم. آره آره خب وجود حالا تمام حرفایی تارکوفسکی 15 امتیاز میاره 1-0. وود کاپیتان کنم یا واتکینز؟ آره با وجود حالا تمام حرفایی که زدیم من بازم فکر کنم صلاح امریس ترین گزینه باشه، ولی خب کسایی که پالمر دارن میتونن جلو، حالا با این وضعیت منچستر جلو منچستر میتونن کاپیتانش کنن. حالا بازی چیزام ببینیم چلسی بایرن هم این هفته ببینیم چقدر آماده است پالمر که ببینیم میتونه حالا 90 دقیقه جلوی یونایتد بازی کنه یا نه. بعد گزینه دیگه هم همونطور که اشاره کردین آره سمنیو هم اگر با توجه به اینکه نیوکاسل با بارسا بازی داره و احتمالاً تمرکزش بیشتر رو اون بازیه، شاید آره سمنیو هم گزینه بدی نباشه. من 3 تا گزینه اولم به نظرم این است. دم هر شما کس گرم. فرید والا اولا که واسه ترنسفر صبر کنید دیگه، حداقل تا بازی‌های پنجشنبه صبر کنید بعد ترنسفر بزنید، زیاد نگران کاهش قیمت و افزایش قیمت اینا نباشید، چون ممکنه یه مصدومیتی چیزی پیش بیاد. این نکته راجع به ترنسفر. راجع به کاپیتان، من هالندو یعنی هالندو دارم و کاپیتانش نمیکنم، یعنی بین صلاح و هالند فکر می‌کنم صلاح بهتر باشه، چون آرسنال دفاعش خیلی خوبه. این بین صلاح و هالند. سمنیو ندارم، اگه سمنیو داشتم به کاپیتان کردنش فکر می‌کردم. این از سمنیو. و یوکرش ندارم و اگر داشتم بازم به کاپیتان کردن اونم فکر می‌کردم. یعنی من به نظرم صلاح، یوکرش، سمنیو 3 تا گزینه اصلی کاپیتانیان. خرافات هم هستش دیگه، بازی ساعت 3 بعد از یعنی 12 ظهر انگلیس. ببینیم که استاد پیکفورد مسخره بازی در میاره، توپو میگرفت جمع میکرد میافتاد زمین. امیدوارم لیورپول ببره، یعنی دوست دارم بازی 2-2 شه، گریلیش 2 تا بزنه، صلاح هم 2 تا بزنه. آره اینطوری جالب نیست. ایش کنیتون تا حالا نگفتیم پدرو. من به پدرو فکر میکنم بابا حالا که پدرو جان عزیز. آقا یونایتد دیدی دیگه چه وضعیتیه. آخه نکته‌ای که هست اینا چهارشنبه 10:30 شب با بایرن بازی دارن، 8 شب شنبه با منچستر بازی دارن. یه ذره گل به نظر نمیزنن من یعنی به یونایتد. گل میزنن. این که حالا پدرو پدرو یه دیگه حالی میده دیگه. نه، من دوست ندارم، یعنی چون دوست ندارم گل بزنه اصلا نگفتمش. نه به نظر من نیستش گزینه کاپیتان. کاپیتانش میکنم اش میکنم. یالا که جلالی بگم. محمد علی کاپیتان هفته. بله ببین گزینه اول که صلاحه، حالا
این ساعت و اینا هم یکم اوضاع رو خراب میکنه. چیکار کنی؟ بد شد واقعا. همه من خرافی اینجا، گاندی پوستمون آره نمک بابا کرده که آره اصلا کسی جرئت نمیکنه بگه اینا چرت و پرته، گوش ندید. دعانویس بیان این دعانویس لیگ برتر کیه؟ همونو بیاریم. اسکندری بود کی بود؟ ببین گزینه اول صلاحه به نظرم، چون واقعا گزینه خاصی نداریم این هفته از پریمیوما. پالمر هم هنوز اونقدر ندیدیمش، حالا این بازی مقدار خوب بود ولی نشون داده که راحت میتونه دستمون رو تو پوست گردو بذاره. من اونجایی که داشتی میگفتی اگه کسی صلاح نداره وایلد بزنه یا نه، میخواستم به این اشاره کنم واسه کاپیتانی خب احتمالاً یه گزینه از لیورپول رو داره، حالا اکیتیکه یا گاکپو. یه مصاحبه حالا اثبات کرده بود که ایساک مثلا ممکنه 45 دقیقه اینا بازی کنه. من فکر میکنم مثلا جلو اتلتیکو بازی دارن تو سیل، احتمالاً اونجا مثلا 65-70 بیاد تو بازی و جلو اورتون مثلا یه نیمه رو بازی کنه، یا حتی اونجا هم ممکنه همون مثلا 60 بیاد تو بازی. یعنی من جوری نمیبینم که مثلا خط حملهش رو قبل 60 دست بزنه و هم یکی دیگه هم گاکپو میتونن گزینه کاپیتانی باشن این هفته، مخصوصا گاکپو که تضمین دقایقش فکر کنم بیشتر باشه. و حالا یه مقداری گاکپو بازیش جذاب نیست، یعنی سبک بازیش جذاب نیست ولی شانسی و اینا کارشو میکنه معمولا. یه توپی میاد اینجوری الکی پاس میده از محمد وسط حسین زمین داره شوت. آره گزینه‌شو. آره آره اینا که گاکپو داشتن کاش که ما هم داشتیم، از این شانسا گیرمون نمیاد. خیلی خوب آقا، آره بعد از دمتون گرم. گزینه لیورپولی هم گزینه دیگه ای من فکر میکنم همون پدرو که تو گفتی گزینه خوبی باشه، ولی گزینه دیگه به ذهنم نمیرسه. یعنی من هالندم گزینه کاپیتانی نمیبینم با اینکه پریمیومه. اوکی، دم شما گرم. مرسی دیگه، فکر کنم راجع به همه بازی صحبت کردیم، راجع به وایلد کارت هم سعی کردیم یه راهنمایی داشته باشیم. بچه‌ها موافق بودن دیگه که این هفته هم وایلد رو به تأخیر بندازیم، هفته‌های بعدی که فیکسچر سوینگ رو داریم بزنیم. و امیدواریم که از این اپیزود لذت برده باشید، با ما توی کانال تلگرام همراه باشید و ایشالله که این هفته هم اگه یوتیوبمون راه اندازی شد اونجا هم ما رو حمایت کنید و ممنون از اینکه به ما گوش دادید. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدارتون.